салому вақт бахайр. барномаи навбатии ҷаҳон дар ҷаҳоннамост манзури шумо. дар ин барнома ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را بر روی خط کشورهای وارد کرد که شهروندانشان هنگام درخواست روادید برای ورود به آمریکا باید گراوپولی پرداخت کنند. در این باره وزارت کارهای خارجه آمریکا 6 ینور خبر داد. برای شهروندان تاجیکستان این نظام از 21 ینور به اجرا می‌دراید. برای شهروندان 15 کشور دیگر آن از 1 ینور سال 2026 به اجرا درآمده است. با گفته وزارت کارهای خارجه آمریکا، نفرانی که با مقصد مهمانی یا سیاحی نیت دارند به این کشور سفر کنند باید از 5 تا 15 هزار دلار گراوپولی پرداخت نمایند. در قرار ذکر شده است که حجم دقیق مبلغ برای هر یک شهروند به طور انفرادی هنگام مصاحبه در کنسولگری معین کرده می شود. شخصانی که با چنین روادید به آمریکا می روند بیشتر از مهلت معین شده روادید در قلمرو این اقامت کرده نمی توانند. دارندگان این گونه روادید باید تنها توسط فرودگاه‌های شهرهای بوستون، نیویورک و واشنگتن به قلمرو آمریکا وارد شوند. اگر شهروندان به نقض قانون در مهلت مقرر شده به وطن خود برگردند، با وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا این را تصدیق نماید، مبلغ گروی پرداخت شده به آنها برگردانیده می شود. این قرار 6 ینور قبول گردیده به 38 کشور جهان داخل دارد. از کشورهای آسیا مرکزی به این رویخط تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان داخل شدند. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت. شب و روزتان خوش. جهان در جهان نما با حافظ محمد علی.